مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در سلسله برنامه‌های الگوهای هدایت که پیرامون شناخت صدیق اکبر هست، همه شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. در جلسات گذشته پیرامون جایگاه و عظمت و بزرگی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زمان قبل از هجرت و بعد از هجرت موضوعات مختصرا اشاره شد. الان بحث ما پیرامون وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ماجرای سقیفه بنی ساعده هست که بعد از فوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق چگونه نقش دارد و ماجرای سقیفه بنی ساعده چگونه هست. باید این را بدانیم که ارواح پاک، دلهای پاک، عقلهای با فراست و اذهان تیزهوش و آکنده از نور ایمان بعضی وقت می توانند از امور پنهان و مسائل پشت پرده را به خواست و قدرت پروردگار عالم درک کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین بهره را از این ویژگی ها داشتند، چون روح پیامبر، دل پیامبر، عقل پیامبر، ذهن پیامبر بالاتر و بالاتر از همه ارواح، از همه دلها، از همه عقلها و از همه اذهان هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پس از نزول برخی از آیات فهمیدن که زمان رحلتشان نزدیک هست و میخواهند با دوست وصل شوند، که از آن جمله زمانی که سوره فتح نازل می شود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این قضیه را متوجه می سازد که فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. از لابلای این سوره به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به شکل فهمانده شد که ای محمد، سفر آخرت نزدیک هست. بعضی از بزرگان صحابه
از جمله سیدنا ابوبکر صدیق و حضرت عباس و حضرت معاذ رضی الله عنهم اجمعین نزدیک شدن رحلت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را درک می کردن. وقتی که آیاتی که به این موضوع اشاره داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی بیان می کردن و صراحتاً یا غیر صراحتاً موضوعات رفتن آخرت را اشاره می کردن، این بزرگان می فهمیدن و می دانستن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آهسته آهسته لحظات وداعشان از این دنیا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پس از بازگشت از حجة الوداع متباقی ماه ذی الحجه و محرم و سفر سال 11 هجرت را به مدینه منوره گذراندن. در این مدت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لشکر ترتیب دادن به فرماندهی اسامه بن زید که سن اسامه 18 سال داشت. یعنی حضرت اسامه رضی الله عنه 18 ساله بودن که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم لشکر ترتیب دادن و فرماندهی این لشکر به حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه سپردن. بعضی این فرماندهی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسامه را قرار دادن به قصد بلقا و فلسطین، در مورد امارت اسامه بعضی از صحابه اعتراض نمودن، شکلی که گفتن مهاجرین و انصار، بزرگان مهاجرین و بزرگان انصار حضور دارن و رسول الله صلی الله علیه وسلم یک شخص یا یک جوان و نوجوان 18 ساله به فرماندهی قرار دادن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن تنها در مورد امارت اسامه رضی الله عنه اعتراض نمی کنن، بلکه در مورد امارت پدرش نیز خورده می گرفتن. به خدا سوگن که پدر اسامه فرمانده شایسته بود و از محبوب ترین مردم در نزد من. این فرزندش نیز او در نزد من از محبوب ترین مردم هست. یعنی مثل که پدر اسامه به نزد من محبوب بود، فرزندش هم محبوب هست. مثل که پدر اسامه را دوست داشتم و پیش من قرب داشت، منزلت داشت، فرزندش را هم دوست دارم و محبوب من هست. زمانی که مردم در حال آماده شدن بودن که برای جهاد در لشکر اسامه ترتیب می شدن و جمع می شدن، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیماری به سراغشان آمد که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیمار شدن. مسائلی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در بین بیماری، یعنی از ابتدای بیماری تا به وفاتشان، مسائلی که رخ داد به طور خلاصه و فشرده فهرستوار بیان میکنیم که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که بیمار شدن تا لحظه‌ای که از دنیا تشریف بردن برای امت و برای همه وصایای داشتن، توصیه های داشتن و مسائل را انجام دادن که امت متوجه این قضایا شود، که از آن جمله رفتن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در احد و دعا برای شهدای احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتن سر مرقد شهدای احد، به اونها دعا می کردن، دعای مغفرت می کردن، که این نشان دهنده این بود که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می خواهند که از دنیا تشریف ببرن، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که زیارت می رفتن، به زیارت احد و شهدای احد، دلالت بر این داشت که
رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آهسته آهسته میخواهند دار فانی را ودا بگن. دوم، اجازه خواستن آن حضرت صلی الله علیه و سلم از همسران گرامیشان. از همه همسران اجازه خواستند که دوره بیماریشان را به خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سپری کنند و ازواج مطهرات اجازه دادن و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه در آنجا بیماری خود را و تا لحظات اخیر زندگی خود در آنجا سپری نمودند. سوم، برحذر داشتن از این که قبر مبارک سجدگاه درست نشود. رسول معظم اسلام وقتی بیمار بودن هر لحظه اشاره می کردن به این قضیه که قبر من را شما سجدگاه قرار ندهید، یعنی کنار قبر من و به طرف قبر من کسی نیاید سجده نکند و سجدگاه درست نشود. این نشان دهنده این بود که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با عالم دیگری انتقال میخورند و وصل الحبیب الی الحبیب میشوند. پنجم، وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که مبنی بر داشتن حسن ظن به خدای تبارک و تعالی. همیشه توصیه میکردن صحابه که شما به الله سبحانه و تعالی حسن ظن داشته باشید، که این جریان از جریان هایی که برای همه امت اسلام درسه که به او ذاتی که این همه برای بندگان خود مهربانه، این همه لطف کرده و همه چیز رو میبینیم احسانات پروردگار هست. باید همه ما نسبت به الله سبحانه و تعالی حسن ظن داشته باشیم و هر آنچه که ما در اطراف خود میبینیم، در وجود خود میبینیم و خلاصه نعمتهای گوناگونی، همه اینها لطف و مرحمت الله سبحانه و تعالی هست. ششم، وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد پایبندی به نمازها. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید میکردن که متوجه نمازهای پنجگانه باشید، متوجه نمازهای 5 وقت باشید، متوجه باشید که نماز از پیش شما ترک نشود و این اهمیت و جایگاه این فریضه الهی و این احکام را نشان میدهد که نماز هست که واقعا قضیه بسیار مهم است. نماز سرنوشت انسان را خلاصه به سوی تعالی و ترقی می کشاند. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر کسی می خواهد که از فحشا و منکر، از کارهای زشت و ناروا دوری بجوید، باید به نماز چنگ بزند. و قرآن هم اشاره می کند که هنگامی که شما دوچار مشکلات شدید و به یک مشکل خوردید که هیچ راه حل نداشت، استعینوا بالصبر والصلاة، شما نماز بخوانید. نماز خاشعانه و خاضعانه نماز هست که خلاصه مشکلات گوناگونی را حل می کند، چون ارتباط با الله سبحانه و تعالی هست. بمین است که میگوین نقش معکوس نگین از سجده میگردد درست، سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز. بناهن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در لحظات اخیر از جمله وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که وصیت نمودن که در مورد پایبندی نماز. پس باید که هر کدام من و شما متوجه این قضیه باشیم، فرزندان خود را تشویق کنیم به نماز. میبینیم چقدر نماز تأکید شده که رسول الله میفرمایند سن 7 ساله فرزند شما رسید او را به نماز تشویق کنید تا 10 ساله. اگر 10 ساله شد و نماز نخواند او را تهدید کنید، حتی بزنید که متوجه این فریضه الهی شود. نماز هست که خلاصه انسان را وصل می کند با پروردگار عالم. انشالله ادامه وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بعد از یک میان برنامه برمیگردیم انشالله.
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه وصایای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در لحظاتی که بیمار بودن و روزهای اخیر زندگی نبی کریم صلی الله علیه و سلم، به طور خلاصه و فشرده گفتیم که رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت شهدای احد، اجازه خواستن آن حضرت صلی الله علیه و سلم از همسران که بیماری را به خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه سپری کنند و همچنین برحذر داشتن از اینکه قبرش سجدگاه درست شود. وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبنی بر داشتن حسن ظن به خدای تبارک و تعالی. وصیت در مورد پایبندی به نماز. وصیت دیگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم این که بیرون کردن مشرکین از جزیره العرب. رسول معظم اسلام تأکید میکردند که در جزیره العرب نباید مشرک زندگی کند و چنین هم شد که الله سبحانه و تعالی اونها از این سرزمین دور ساخت به دست سربازان مکتب نبوت. وصیت دیگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم این که رعایت حقوق غلامان و زیر دستان. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا لحظه‌ای که میخواستن از دنیا تشریف ببرن تأکید و توصیهشان این بود که متوجه غلامان باشید، متوجه زیر دستان باشید، متوجه یعنی فقرا و مستضعفین و مظلومین باشید، چون رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حامی و پشتیبان مظلومان بودند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حامی یتیمان بودند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دست مهر و نوازش را بر سر فقرا و مستضعفین و مظلومین همیشه داشتند و تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین بود که متوجه حقوق غلامان و زیر دستان باشید. حتی در روایات می آورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که حق و حقوق کارگر را پیش از این که یا قبل از این که عرقش در جبین خشک شود شما مزد کارگر و اجر کارگر و او حقوقی که او کار کرده به او بپردازید، نگذارید که حتی عرقش خشک بشه. یعنی اینقدر او اطمینان بدهید که این سرمایه و بالاخره این معاش تو و این کاری که تو کردی اجر تو و پاداش تو هدر نخواهد رفت. موضوع دیگری یا وصیت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن سفارش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد احترام و نیکوداشت انصار بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکردن که متوجه انصار باشید، انصار از پیش شما رنجش پیدا نکند، متوجه باشید. و فضایل انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد گفتند، حتی فرمودند که نشانه
نشانه این که اگر میخواهید منافق و مؤمن را از هم بشناسید، او کسی که با انصار محبت دارد او مؤمن هست و او کسی که با انصار بغض دارد نشانه نفاق هست. بناهن رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم تأکید میکردن ارتباط به حقوق و رعایت حقوق و ارتباط به این که نیکو داشتن انصار. موضوع دیگری که رسول معظم اسلام یا وصیت دیگری که داشتن در دوران بیماری خطبه بدین مضمون ایراد فرمودن که ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. الله سبحانه و تعالی مخیر گذاشته بنده را بین دنیا و بین او چیزی که نزد خداست، یعنی بین دنیا و آخرت، و اختیار کرده این بنده او چیزی که نزد الله سبحانه و تعالی هست که جوار رحمت پروردگار عالم و او بهشت انتخاب کرده. سیدنا ابوبکر صدیق با شنیدن این سخن شروع کردن به گریه کردن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این جمله را فرمودن که ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله، سیدنا ابوبکر صدیق شروع کردن گریه می کردن. ابو سعید خدری می فرماید که ما تعجب کردیم که چرا ابوبکر صدیق گریه می کند. وقتی که بعدها متوجه شدیم که به راستی که ابوبکر از همه ما داناتر بود، از همه ما داناتر بود. ابو سعید خدری می فرماید که ابوبکر صدیق خوب دانست و متوجه شد که منظور از عبد خودشان، خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم می باشند. و لحظات اخیر زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم این اشارات ارتباط به رفتن داشتن که یعنی از لحظات اخیره و بالاخره متوجه باشید. موضوع دیگری که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چون این دو وصیت ارتباط به بحث ما داره، یکی که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن خداوند بنده را مخیر گذاشته، سیدنا ابوبکر صدیق شروع کردن به گریه کردن. این درایت و این هوش و فکر و ذکاوت سیدنا ابوبکر صدیق را نشان میده. نکته دیگه که رسول معظم اسلام فرمودن یا وصیت دیگر این که ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام و موده لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابو بکر او كما قال. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن همانا او کسی که کمک کرده مر جانن و مالن او فقط ابوبکر هست که جانی و مالی مرا نصرت داده. و بعد فرمودن که اگر من غیر از الله سبحانه و تعالی من دوستی را انتخاب میکردم، در حقیقت بهترین دوست و بهترین خلیل آن دوستی که از حد بالا باشه اطلاق می شود. رسول معظم اسلام می فرمایند فقط خلیل من، دوست من الله هست. یعنی اگر من به عنوان خلیل کسی را انتخاب می کردم، در حقیقت ابوبکر را انتخاب می کردم. و بعد فرمودن که ولی پیوند برادری و دوستی بین من و ابوبکر هست. در ادامه فرمودن که باقی نمانه در مسجد هیچ دروازه. در اطراف مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم بسیاری از صحابه دروازه داشتن، دروازه ها باز کرده بودن مقابل خانه های خود، راه اونها نزدیکتر باشه. و از اون جمله دروازه که مقابل خانه حضرت ابوبکر صدیق باز بود، رسول معظم اسلام فرمودن که همه دروازه ها را ببندید، همه دروازه ها را ببندید مگر باب ابی بکر را، که این هم نشانه و عظمت و بزرگی و او جایگاه خاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را نشان میدهد. خلاصه این که از جمله وصایای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول الله بیمار شدن، وقت نماز رسید، رسول الله فرمودن
مروا ابابکر فلیصلی، امر کنید ابابکر را تا اینکه فلیصلی، نماز بدهد برای مسلمان ها. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودن یا رسول الله، ابوبکر شخص رقیق القلب هست، هنگامی که به محراب برود و شما را در محراب نبیند شاید نتواند و بالاخره تاب نیاورد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند مروا ابابکر فلیصلی، امر میکنن که به ابوبکر بگویید که نماز بخوانه، بگویید که ابوبکر نماز بخوانه. باز همچنان ام المؤمنین عایشه صدیقه جریان میگن تا اینکه در نهایت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان کن صواحب یوسف مروا ابابکر فلیصلی، شما همانا مانند اون زنهایی که به اطراف یوسف علیه السلام بودن شما میمانید. اطراف یوسف علیه السلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین جمله گفتن، زنهایی که در اطراف یوسف علیه السلام بودن، او چیزی که به زبان میگفتن قلبشان چیز دیگری بود، قلبشان خیلی مائل بود به او محبت و دوستی و در اینها به او حرفی که داشتن. رسول معظم اسلام ایر میخوان وانمود کنن که آن چیزی که شما به زبان میآورید ولی قلب شما چیز دیگری است. در حقیقت همچنین بود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میخواست ثابت کنه برای همه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکیدی که دارن نسبت به این که سیدنا ابوبکر صدیق به محراب برود. این تأکید و این ذکاوت و هوشیاری حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه را نشان میدهد که برای همه بفهماند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط ابوبکر صدیق را دستور میدهند که شما به محراب بروید و نماز بخوانید. به این طریق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند ان کن صواحب یوسف مروا ابابکر فلیصلی. خلاصه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مسجد رفتن و تشریف بردن و به محراب داخل شدن. هنگامی که ابوبکر صدیق در محراب بودن، دو نفر از اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم شانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته و اونها را وارد مسجد کردند. حضرت ابوبکر صدیق متوجه شدن که رسول الله وارد مسجد شدن و داخل شدن، از محراب میخواستن که بیاین کنار و رسول الله وارد محراب شوند. بعدا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با دست خود اشاره کردند که در محراب بمان. بعضی از بزرگان میفرمایند که رسول معظم اسلام آمدن در کنار صدیق اکبر به نماز استادن. حضرت ابوبکر صدیق اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بودند و باقی صحابه و نمازگزاران اقتدا به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابوبکر صدیق چند روز نماز ادامه میدهند و تا اینکه روز دوشنبه میرسه چندین نماز سیدنا ابوبکر صدیق به صحابه امامت میدن. وقتی روز دوشنبه رسید در نماز صبح بودن که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از اتاق ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرده که دروازه خانه بود او کنار میزنن مسلمانان را نگاه میکردن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی نگاه میکردن که ابوبکر صدیق در محراب هست و مسلمان ها با عشق و با علاقه نماز میخوانند که در پیشگاه خدایشان استادن، آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که این حالت را دیدن که درخت دعوت و جهادشان به ثمر نشسته و امتی پرورش یافتن که در بود و نبود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به نماز پایبندی دارن، اینجا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم این منظری زیبا و این موفقیتی که برای هیچ پیامبری و برای هیچ دعوتگر دیگری به دست نیامده بود به قدر شادمان شدن که برق شادی در چشمانشان نمایان شد که این
افتخار از آن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که شروع میکنن به دعوت و به ارشاد، امروز شخصیت های ساخته میشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر حضور داشته باشن و یا نداشته باشن، اینها ارتباطشان با ربشان محکم و مستحکم هست. برخی از صحابه گفتن که چنان بر چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم، در بعضی روایت میاره که چنان در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم و لبخند شادی بود، بسته شده بود، شادی و لبخند، که ما میخواستیم از خود بی خود بشیم. یعنی اینقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به فرحت و به خوشحالی و به سرور قرار گرفته بودن. حتی برخی از صحابه میگن ما احساس میکردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوان وارد مسجد به نماز بشن، ما میستادیم که اونها شاید بیاین، ولی اشاره میکردن که شما به نماز ادامه بدهید، شما به نماز بیستید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم پرده حجره مبارکه پایین کردن و صحابه در آن روز احساس کردند که وضعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وضع صحی و جسمی رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز بهترتر هست. بسیاری از صحابه رفتن دنبال کار، دنبال وظیفه و دنبال او مشغولیتی که داشتن. و سیدنا ابوبکر صدیق بعد از ختم نماز میآید به حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه، میآید از دختر خود احوال رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسان میکند که وضعیت رسول الله، وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه هست. ام المؤمنین عایشه میفرمایند که امروز وضع جسمی اینا بهتر هست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه همسر بیرون از مدینه منوره داشتن، یعنی یک خانه حضرت ابوبکر صدیق بیرون از مدینه منوره بود. وقتی حضرت ابوبکر صدیق مطمئن شدن که وضعیت جسمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر هست، حرکت کردن به طرف آن خانه‌ای که بیرون از مدینه داشتند در آنجا. و در آن روز دوشنبه وقتی که صحابه میرن سر کار و ابوبکر صدیق میره دنبال خانه و بالاخره بیرون از مدینه منوره، وضعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگرگون می شود و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با حال احتضار در می آیند. وضعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاصه دیگرگون می شود که در لحظات بسیار سخت قرار می گیرند. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم لحظاتی می آید که میخواهند به دیدار الله سبحانه و تعالی بشتابند و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد تا اینکه از وصایای رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه فرحت و خوشحالی بر اینا دست داد که ثمره دعوت و جهاد خود را دیدن، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه داعیان الی الله را به برکت اون دعوتی که دارن روزی ثمره دعوت خود را ببینن و انشاءالله به فرحت و خوشحالی برسن. و چیز واضح و مسلم هست که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. انشاءالله ادامه برنامه که لحظات نزع روح و یا لحظاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف میبرن به برنامه بعدی بیان خواهیم کرد. فقط به طور خلاصه و فشرده همین بود که جایگاه ابوبکر صدیق که رسول الله صلی الله علیه و سلم با تأکید سیدنا ابوبکر صدیق به محراب میفرستن و دستور میدن که صحابه پشت سر سیدنا ابوبکر صدیق اقتدا کنن و صحابه هم طوری که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتدا میکردن و نماز میخواندن، به همان عشق و علاقه پشت سر سیدنا ابوبکر صدیق نماز خواندن. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که راه بزرگان را تعقیب نموده و این شخصیت ها را برای خود اسوه و الگوه قرار بدیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه
شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل